سلام به همه دوستان و یاران موشکا. آقا نمایش جمعه تو نظام ولایت فقیه تبدیل شده به آینه دق. یعنی هر هفته یکی از نوچه های عظما میاد پشت تریبونش و شروع میکنه به ریله کردن بدبختی های نظام. این هفته هم نوبت بوزقلمون عمامدار یعنی آخوند صدیقی بود. و در شرایط مختلف، در شرایط تهدید، تحریم که خیلی جاها تعطیل شده و خیلی از کارگرها بیکار شدند و گاهی آمارهای ما داریم که مصلحت نمیدانیم در این جاها بگیم که در این 2-3 سال چقدر بر میزان بیکار شدن اشخاصی که در کارگاه‌های تولیدی سابقا مشغول بودن. صلاح نمیدونی بگی؟ چی رو صلاح نمیدونی بگی؟ مگه ناگفته هم وجود داره؟ چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. 2-3 سالم نیست، 37 ساله. آمار بیکاری ها رو تو 37 سال ضرب کن تا برق از سفازت بپره. تا همینجا هم میشه حد زد که پشت پرده چه خبره. ببین آش چقدر شور شده که تو جنگ و دعوای باندی اینجوری تیشه به ریشه کل نظام میزنید. مسئله ولایت که اساس عظمت ما، شکوفایی ما، اقتدار ما، عزت ماست، در کتاب‌های دبستانی و دبیرستانی با چه تکنیک هایی مسئله ولایت امیرالمؤمنین و ائمه اطهار که امروز امام راحلین پرچم رو به اهتزاز در آوردن، امنیت ما، استقلال ما، عزت ما، اسلامیت ما، مقاومت ما در گرو این پرچم است. این رو چجوری ما میتونیم مثل آب روان به خورد بچه هامون بدیم؟ تو روزگاری که آب سنگینای عظما هپلو هپو شده و آب نظام داره سر بالا میره، این تازه میخواد ولایت رو مثل آب روان به خورد بچه ها بده. درسته ولایتتون آبکیه اما خوردنی نیست. اگه خوردنی بود بسیجی های ریزشی جای ساندیس میخوردنش. حالا فهمیدم که چرا این روزا خامنه و سگ و سیله هاش رفتن تو کار هارت و پورت و داد و غال. نگو ترسشون از آب روانیه که میخواد کل نظامو ببره. بله. ما در سوریه از انقلاب اسلامی دفاع میکنیم و شهدای مدافعان حرم همان ارزش شهدای 8 سال دفاع مقدس و حتی بیشتر را دارند. اگر آنها بتوانند بر سوریه تسلط پیدا کنند و عراق را ناامن کنند، ناامنی عراق ناامنی ایران است. اگر همسایه ما عراق آسیب ببیند، خطر بیخ گوش ما قرار دارد و استراتژی آنها مقابله با ایران اسلامی است. عقب نشینی زنجیره یعنی این. همینجوری گام به گام و نعلین به نعلین دارن میکشن عقب. حالا عمق استراتژیک از سوریه و عراق رسیده به خلیج فارس با رزمایش هایی که اونجا میشه. اینجاست که میشه فهمید هارت و پورتای آخوندا همش کشکه. ضمن این که جای سیلیای رگباری رو سر و صورت همشون دیده میشه. مثلا یه نمونش اینه. اونها به ما اتهام میزنند که ما بی‌ثبات کننده منطقه و یک قدرت تنش‌زا هستیم. ناو وینستن اونها ایرباس ما را با 290 سرنشین از آسمان به قعر آبها میفرسته. اگر ما غیر حرفه‌ای عمل میکردیم، آیا یکی از تفنگداران دریایی آمریکا که در 12 ژانویه سال 2016 گرفتار شدند زنده میموندند؟ و به دشمنان ایران اسلامی خصوصا آمریکایی ها این هشدار رو میدهم که و از اعمال فشارهای بی حد و غیر ضرور به یک ملت انقلابی مثل ایران پرهیز کنند. منظورش اینه که اگه فشارها ضروری بود ما حرفی نداریم، اما ضروریاشو اعمال نکنن. حالا خواستی بکنی یه حدی براش بذار که بی حد نباشه. با این رجزخونی ها هم نمیتونید خودتون رو از این باطلاق نجات بدید.
دلواپس و دلارام و امامه دار و بی امامه، همتون گیرین و دارین فرو میرین. ببین موشکاف کی گفتا. دوستان فردا شب دوباره خدمت میرسیم. خدا حافظ همتون.